سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، سوالی گرامی چگونه که در اینجا سوال کردید در مورد ذکر، البته برادرم و کسی صدا و اینجا رو میشنود نباید فراموش کرد که بهترین ذکر و افضل ترین ذکر این تلاوت قرآن است. تلاوت کردن کلام الله سبحانه و تعالی بهترین ذکری که قلب انسان را نرم میکند، قلب انسان را آرام میکند، قلب انسان را منور روشن میگرداند. این تلاوت کتاب الله سبحانه و تعالی میباشد، تلاوت قرآن است. خصوصا با تدبر کلام الله را خواندن، در سخنان الله سبحانه و تعالی تدبر کردن، فکر و اندیشه کردن. این بهترین ذکر است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله میفرماید آگاه باشد که تنها قلب ها مطمئن میگردد، قلب ها نرم و آرام میگردد با همین ذکر و ذکر الله سبحانه و تعالی به تلاوت قرآن. و انسان در تلاوت قرآن صاحب اجر و ثواب میشود. همچنین در هر یک حرف قرآن 10 حسنات میگیرد. و از این خاطر بهترین ذکر این تلاوت کلام الله سبحانه و تعالی میباشد. و همچنین از سنت، چگونه که در سنت ثابت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید احب الکلام الی الله اربع. محبوب ترین کلام، بهترین و دوست داشته ترین کلام به سوی الله سبحانه و تعالی، آن سخنی که الله دوستش می‌دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اربع، 4 میباشد، 4 تا میباشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. محبوب ترین سخنی که الله سبحانه و تعالی دوستش می‌دارد این است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمه می باشد که خفیف است، سبک است بر زبان. بر زبان گفتن این 2 کلمه به نهایت آسان است، به نهایت سبک است. ثقیلتان فی المیزان، اما در میزان حسنات به نهایت سنگین است. حبیبتان الی الرحمن، این 2 کلمه محبوب ترین کلمات می باشد به سوی الله سبحانه و تعالی. این 2 کلمه است که الله سبحانه و تعالی اینها را دوست می دارد. این 2 کلمه چیست؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این 2 کلمه محبوب ترین کلمات می باشند به سوی الله سبحانه و تعالی. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که و افضل ما قلت و انا والنبیون من قبل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که افضل ترین آن چیزی که من گفتم، بهترین و افضل ترین آن چیزی که من گفتم و پیامبرانی که قبل از من بودن، این همین دعا بود: لا اله الا الله وحده لا شریک له. دعا این که این ذکر بود، لا اله الا الله، الله را با وحدانیتش شناختن، ذکر کردن. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. این افضل ترین دعا می باشد، افضل ترین ذکر است. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در دیگر حدیث می فرماید که الایمان بضع و ستون شعبه، و در دیگر اومده است که بضع و 70 شعبه. ایمان 60 و چند شاخه است. ایمان 60 و چند یا که 70 و چند شاخه است. فافضلها قول لا اله الا الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که افضل ترین و بالاترین درجه ایمان چی است؟ گفتن لا اله الا الله، گفتن لا اله الا الله، ذکر این دعا را گفتن، این ذکر را کردن. لا اله الا الله یعنی نیست معبود بر حق جز الله سبحانه و تعالی، الله را با وحدانیتش ذکر کردن. این بهترین ذکر است که انسان الله را با وحدانیتش ذکر بکند. لا اله الا الله، این گونه ذکر را بر زبان آورد. این بهترین ذکرها و محبوب ترین ذکرها می باشد به سوی الله سبحانه و تعالی. این ذکرهای می باشد که
ایمان انسان را زیاد میگرداند. وقتی که انسان تلاوت قرآن میکند، در تلاوت قرآن تدبر میکند، در سخنان الله سبحانه و تعالی فکر و اندیشه میکند، در سخنان یعنی که در این ذکرهایی که گفتم از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در این ذکرها همچنین تدبر میکند، ایمان انسان قوی میگردد، قلب انسان نرم میگردد، قلب انسان آرام میگردد. این بهترین و افضلترین ذکرها میباشد. این از برادرم جواب و نصیحت و بالله توفیق و الحمد لله رب العالمین.